ассалому алайкум бинандагони азиз, тамошобинони гиромӣ. имрӯз як сафаре дорем тарафи деҳаи Найгуфт. Бачаҳо кор мераванд, тиллокоркунӣ. Як сафаре дорем тарафи деҳаи Найгуфт. Навор ай ҳаминҷа сар кардем, ай Рехч, ай ҷарҳои Рехч сар кардем, ай Чишмаи Рехч бигем сар кардем наворгирӣ. Дидем ки бачаҳо саҳари хати мардум гузашта истодан ай дарёи Хингов тавассути асп, тавассути банд, тавассути сим, дигар барои кор кардани тилло аз дигар тарафи дарёи Хингов. мо ҳам гуфтем аз тамошои худ ба шумо тақсим кунем ки шумо ҳам дар ҷоя тамошо кунед бародаро. این برادر خرجینش که حقیقت رفت دیگریش بالا طرف دیگری هم گذشته ایستاده نشان معنا بارده در این خیلی میگذاریم ای طرف دیگرش کار میکنیم. Sanokoş tak John? Osila graftaga şu testas. Tilora. Ne bachon tilo kurti rafteysam. سلام گرم جوشا را به معلم نورالله ایده‌های نواباد غرب میرسونیم. و اینجا مردم ها دیدید توسط سی شهر به طرف خیнгов به طرف دیگر گفتن رولت گذاشتن برای که رولت خالی نیاید اکثر راهجون دیگر میبرنن میگذارن این طرف ماشینشون در طرف من بگیرد میان میگذارن طرف میرون خیلی آدم خوب باید بگیرن یعنی بنابراین میگیم قرض گذاشتن شد سوار شو حرکت کن خوب هیلای خوب تینج در خط خیнгов بسیار جاها سیم کشیدگی همین خیلی میگذارن و حالا رسیم برادر در دهه Найгуфт در دهه Найгуфت برای خرخری در ما میگن بیا پلچو یعنی دعوت میکردن شیشتیم یک پلچوی خوردیم و حالا برآمدیم نصیب باشه نگفتنمونه 18 کیلومتر بالا طرفی زیارتگاه حضرت برخی اینجا 6-7 خواجگی زندگی میکنه
قوای برق ندارن، خط تلفنی هم ندارن، خط علاقه هم نیست. ما در قزاقستان دیدیم شو. زبطون؟ اونجا کار می‌داریم. اونجا داریم. یا ما تماشاش می‌کنیم. نه توره پای نگاه. نه دشتی که شد مادر. برادر عزیز سلام. امروز در درآمدگاهی دهه نیگفت هستیم. لیکن ببینید همین درختی عقبای درختک میروند. ببینید که برفای. برای عقبای درختک رفتن قریب که تابستان بین تابستان رفتن میشه. اخیرای تابستان برای باز برف بالاتر میره باز خوبتر است. این دهه نیگفت همین خنبی دهه نیگفت که نیگفت است. شاید هفت خوشگی زندگی میکنه برادرها. قوای برق نیست. همه در خانه هاشون قوای برق آفتابی دارن، آبی دارن. ست نیست، ستی تلفنی نیست. سویاز نیست در اینجا. فقط در نزدیکی های کنیتیلوی سنگور 8 کیلومتر پایینتر در نزدیکیش هستی. نسبت طرفای ما نسبت پایونا دیدیم که در اینجا گوای مردم چریده هستند در ایلاق که ایما قریب 60-70 کیلومتر دورترند. ای مرکز ناحیه 90 کیلومتر 100 کیلومتر بالای مرکز ناحیه سنگور گوا درباره دیوال چریده ایستادند. این هم خوبه. ای مردم پرسیدیم که زمستان چه خیلی گذشت، گفتن که زمستان به حد همه برفی که میبینی برفی اخیرون ای. اخیرون برف زد چسبید، کم ترک در موزه درجه زد چسبید. اگر نه زمستانش فقط که مولهای میده را نمی چراندن. مقصد این مولهای میده ایه که برف کم بوده است، گوها می چریدن تا بهارا. مولهای میده را برای چی سر نمی دادن؟ ای ترسی گرگون نخرن گفته. برادرها که دشتی که در اینجا هست، کوهایی که در اینجا هست بینقشیر نیستند. به حد کوههای سربرفلک کشیده معقولند. تماشا کنی. طرف حضرت برخ همین طرف 18 کیلومتر دیگر به قدیم دره رفتن دکور میره طرف حضرت برخی ولی زیارتگاه حضرت برخی ولی. برادرها دیده است که کوه برای ترما به حد جای ترما و ترما نیست. چخیلی که گفتن مردمی مقیمی که برف نبارید با همین خاطر ترما نیست. ولی ترما پایانتر نشانتون میتیم. ترمای به حد کلانند. بازم یک بار دیگر طرفی عقبای درختک. این دریاچه است قریب که سرشوی دریای خینگو است. این حاضر آبی مزار نام داره. این مزار حضرت برخ میاد با همین خاطر با فکرم با آبی مزار نام داره. چقدر کم است، صاف است، بی غبار. وقتی که میبینیش هم خیلی تماشا کنی برادرها که کم میتوه ته سنگا دیارن. یکی وجه چقره خیلی چقره به نظر همین خیلی میرسه که چقر نیست. قد دیو فقط درخت بروج بسیاره. همین همه درخت بروجان. بریوزه یعنی با زبان روسی. ما هم حرکت داریم طرف دهه سنگور. گفتیم 8 کیلومتر اینای گفت دورتر ای.
اینا برادر ما دههای نیگوف برآمدیم میریم طرف دههای سنگور باز در دههای سنگور گو میخوریم این دریاچه برادر دریاچه زنگ میگن ای خدا کی درختک میاد یا مثل دریای پسودا سرماهی ای گلماهی بسیار داره حاضر وقتی خوبیشه وقتی کمیش تابستان به حد دریا میشه بهار دریا میشه برادرای دههای سنگور در دشت سنگوریم در سنگورم خونه ها کم در سنگورم خونه ها کمتر دشتم دشت خوب داره با درون سنگور میگذاری طرف حضرت برخ میرای نسبتی جاهای ما یه برف کمتر بازم میگم برف کمتر بهار رسیدگی های سیاهشتگی هم ما خوک شپیدیم در زمین ها که برف و سیاه اوشان تستر سیاه شد یه خوک نبوده اما سیاهشتگی برای که در زیر پوشون تیلا های در بلای تیلا خواه برای هم گرمه هم که هاشم چون همیشه چون همه جو سربار فلک کشیده در این طرف ها سیل کمتر میاد با خاطری که شوخی بسیار داره که هاشون شوخی بسیار داره راهشون راهی خوبه برای که سیل ویرانش نمیکنه با همین خاطر من نگفتم همین طرف های درختک هم قفای همین که هاده انای دهایی که ده ایو طرف باز با نوارش میگیریم ایره عرفت میگن یا در وقتش بد ده حاضر یک تا خانه با فکرم یا که دتای در او هم زندگی نمیکنن ولی نشان میتیم ایو طرف میرم اینا هم تاکسی هایی هستن که طرف حضرت برخ تاکسی میزنن حاضر زمستان های کندگی ولونش استراحت داره آخرای بهار دا کار سر میشوه میبرن او میگذرنن حضرت برخ میبرن میارن مردم ها اینا برادرها گذشتیم از سنگور طرف در رو پروی کانی تیلوی همینجا کنتیلای رفتیم در کنتیلا در اومدیم بچه ها خطیس هم صحبت شدیم طرز کاریش رو تماشا کردیم دوستی نوار نگرفتیم چخل بود خیلی جهاد ممکن نیست حتی نپرسیدیم که ممکن هست یا نه تماشا کردیم بچه ها را کار کردیستن در وقتی خروک نصف روزی رفتیم شدیم خطیش خروک خوردیم خوش بود در زنده باشن جاهایی که کندیستن همین جاها برادرها همین جره که میبرن میشوین تیلای جاش خیلی که گفتیم در سنگ خینگه و میوره مایده میکنه بعد گرد میشه گردش میگیرن هم خیلی که دستی کار میکنی زواد هم همین خیلی کار میکنه دیده است که همه برف پوش که ها پری برف یعنی ده عرفت های باز میریم ده عرفت نزدیکتر به نوار میگیریم این طرف باشه برادرها طرف ارزنگ میروه نه همین که ها هستن همین خیل نصیب باشه با خریبی میریم کمتر ساز شوان که ها سفیدن ولی بعد میریم سنگور هم یک تماشا کنیم از دوری دههای سنگور همین دههای سنگور نه برادر عزیز یک سردستی ما اومدیم خیلی یک تماشا کردیم شما هم تماشا کنید باز بریم پیوتر اینا برادر دههای عرفت بسیاری های همین جا بدن گفتن که ده را یک بینیم ده برادر یک تا خونه های همگی در این خونه هم باز آدم ها زندگی نمیکنن و ده های عرفت راه نبود راه شدن نه راه ماشین رو میبینیمش نه راه ماشین هم کشوده شد باید رون ده های عرفت ترمه هم رفتگیان آبی چشمه را باید بیارن آبی صاف برای زواد آبی صاف تا اسب دیگر هم چلیده است یک تا سفید یک تا سرخ
дар таги деҳаи Рифат мардум тилло кор кардаистанд ки як намуди дигараш хубтар, яъне помпа қатӣ. Помпа қатӣ шуштаистанд, и кор боз осонтар. Я помпа инҷа мондагӣ ово кашад мекунад, нисбатан зиёдтар кор мекунанд ба фирм нисбати дастӣ. се кас кор мекунанд. یه بیل خطی میگیری بور میکنی. یک از سیمش در جای سیمش اینجا دو تا پمپ دستی او یک پمپای دو تقسیم کردگی دو خوب کار میکردگی هم همیدونم یکی او شوا حرکت دارن خوبای این خیلی بالاتر بوز اوجا کار کردیستم بچه ها دستیه رفیرم جوشتم اوجا دستی کار کردیستم اما برادر در جای خیلی گپ نیست که نزدیکی زواد دا کار نکنی خیلی کار نکن خیلی کار نکن در جایی که خواهد مرسا کار کردن از زواد اگر 300-400 متر دوران کار کردیستم شاید قریبتر هم باشه کار کردیستم خواهد بر توانایی کار کردن یگان چیز در کار نیست باز میگم لیسنس در کار نیست یگان کاغذ در کار نیست فقط که تیلایی که کار میکنید در مغازه دولتی برده فروختن در کار همین که ابیزات السا دوری تمام نه برادر عزیز ای دههای عرفات میگذاریم میریم پایینتر باز در فرماهای پایین و میخریم خیرشی سفید برنیشتگی های برادرها ما میگن ترما انا نیره میگن ترما نگاه کنید که چقدر بوزبالا ترما آمدگی ترما کلان آمدگی این خینگا و محکم کردگی خیلی وقت این طرف گذشتگی کم تر دیگرش مونده است ناوشیده برادر تاجیکستان وطن میگن ایره وطن دیدسته که زمستان ای میگردی طرف دستی راست همینجا بهار شدگی یک طرف بهار یک طرف زمستان من این طرف نگاه کنیم پسوده سرشوی پسوده ای همینجا ای انا همین درون دراده پسوده ای نصیب امسال حتما میریم یک حاضر نی طرف دههای سرخه ولی نموددار نشده است میریم باز یک بنوارش میگیریم این هم بچه ها در رای پسوده راهشان همینجا رای قدیمیش یکی اول شه سرشویش همین درونون در پسوده رفتگی نیستم خودم نصیب امسال میریم حتما نه که ماهی بسیار داشتگی های فقط گل ماهی داره دیگر نمود ماهی نیست در جا دیگر نمود ماهی یگان تا یک تا نیم تا بیا و گل ماهی میخره این برادرها در نهی بچه های گه اره بچه ها وقتی خراک نصف روزی شد خراک تایر کرده ایستن
دیگرش تورات داره. اینم یا ترمای بزرگی دیگه، یا ترمای بوز بالا. باید با همینجا ما بگذاریم. نه باشه راه تماشاچیان محترم الویزا برادرها هر یک دم، هر یک دقیقه، هر یک ثانیه ترما اوشتیست است. اگر اوز شمال غم نتی اوزی چکیدن او رو میشنوی. ترما دیدی چقدر بلنده، ولی در تگی پای ما قریب 2 متر 3 متر زیادتر هم هست. اونقدر ترما بلند اومده. ما خرسندگی در همیشه کن تیلو داریم. رحمون میکشویا به حد مردم یاردم کردیست از راه کشاده بودن راه ما دستی همین کن تیلو بگذار که کانوی همین اطرافای ما زیادتر شوند. ما تنها کن تیلو نداریم، کن سیماب داریم، کن مرگنز داریم، کن بازم کن تیلو داریم، کن نمک داریم، باز چی کن کوارتز است. باز هست بسیار چیز است که ما دانستگیمون گفته استیم. همین اگر 3 تا 4 تا کن در جیب شو راه ما به حد خوب میشه. نه تنها راه، اما رگی که یک کن تیلو میشون برای راه ما، برای زندگی ما یک پیشروی خوبه. برادرها حرکت میکنیم، دوام پیش میریم، باز در چخچخ هستیم. شب لرزه سر بیفتی تبریمش یه بچه حرکت هم میگیم با بگیم چی خیمو بردیمش یک جا بشناسه ما میشناسه بچه ما اینشم برادرها دهه لاجور مخصوصا اونها که در وقت سیوف اینجا مرکز مسیح در اون دهه لاجور میکنیم چند طریق هم بنوار میریم. رسیدیم برادرها در دهه لنگر، مزار خواجه علالدین گلدستر. یک نوار بگیریم. خب برادر عزیز، بینندگان عزیز، رسیدیم در دهه لنگر. نوار ما با همه به آخر میرسد. زنده باشید، در امان الله باشید. در آینده باز میخریم تا باز دید.